فکر کنم این کارو شروع کردین. آره بله البته قبلش چیکار می‌کردی؟ قبلش من توی شرکتی بودم، شرکت نیوپای. یعنی میخوام بدونم که چی شد که مثلا حالا کاری که داشتی تو مثلا رها کردی، به این فکر کردی که خب من برم راننده بشم؟ آره خب من یه جورایی پلکانی به وجود اومد، رفتم تو شرکت. بعد با اینکه سنی نداشتم اما قبلش تعمیرگاه موتورسیکلت تو خونه موتورسیکلت درست می‌کردم. پس این بعد مکانیک بودنتون تصادفی آره نیست. نه واقعا نیست. آره بعد اونجا یه دستگاهی از یه پرس داشتیم، تفنگی بود، ابعاد کوچیکی هم داشت، شاید در حد 30-40 سانت بود کلش ابعادش. بعد اینو خراب شد. بعدی خراب شد. مدیر شرکت اومد گفت که آقا اینو باید بفرستیم آلمان. دستگاه از آلمان اومده بود. بعد من یهو برگشتم، یهو زبونم چرخید، گفتم جناب مهندس من اگر اجازه بدید یه وقت بذارم روش شاید بتونم درستش کنم. گفتم بابا این از آلمان اومده، اصلا نداریم تو ایران، نداریم نمونهش که قطعاتش گیر نمیاد. گفتم شما ابزارسازی بذار در اختیار من، اگه قطعی خواستم برام درست کنن من اینو براتون درست میکنم. البته نمیگم 100%، ولی خب سعی میکنم. گفت باشه آقا شما 2-3 ساعت فرصت بدیم، اگر دیدید درست میشه و اینا، اگه یه روزم دیگه وقت گذاشتی اشکال نداره، اما 2-3 ساعت بازش کن، ببین بررسی کن، فقط اگر نمیتونی حتی ببندیش دست بهش نذار که ما بفرستیمش آلمان. گفتم نه آقا من خیالتون راحت، نهایتش اینه که مثل اولش میبندمش، بیشتر از اینه. گفت باشه. اینو باز کردم. خب خدا رو شکر تو ظرف 3-4 ساعت درستش کردم. مثلا یه قطعه بردم ابزارسازی برام درست کرد، اشکالشو دادم، ابعادشو دادم، درست کرد، آوردم بستم روش، تستم کردم. گفتم مهندس اومد دید و خلاصه خوشش اومد. منو برد تو قسمت نت که اصطلاحاً مخفف نگهداری و تعمیرات باشه. رفتم تو تأسیسات شرکت دیگه، هرچی خراب میشد من درست میکردم تا 3-4 ماه گذشت. یهو دستگاهی خارجی می آوردن از ایتالیا و روسیه و فرانسه، از این 3 کشور دستگاهی پرس می آوردن با دستگاهی تراش، دستگاه CNC و ترانسفر و اینا این اصطلاحات رو شاید تراشکارا بدونن، با پرس. دیگه من همیشه بردست اینا بودم. یه بارم یه دستگاه تست رو بودن از آلمان، هلوش 8 ماه طول کشیدی دستگاه نصب بشه. من پلوی آلمانیه بودم، یعنی با آلمانیه کار می‌کردم. بعد خب هی تجربیات فنیم بیشتر شد، کارهای فنی زیادی انجام دادم، هی ادامه دادم. 4 سال و 6 ماه من تو شرکت وایسادم و برکت اون شرکت از درآمدش، چون حقوق خوبی بهم میدادن انصافا، اومدم یه کامیون قدیمی خریدم. از فکر کنم مثلا از وقتی اولش که میرفتی شرکت تو فکر این بودیم پولامو جمع کنم برم. آره دقیقاً. آره یعنی از اول من نقشم این بود که یه ماشین از خودم داشته باشم برم جاده. بعد این اتفاق افتاد، من ماشین خریدم، در حین اینکه هنوز گواهینامه‌ام نگرفته بودم داشتم میگرفتم، یعنی در حین گرفتن گواهینامه بودم. بعد داداشم گواهینامه داشت، گفتم تو بیا با ماشین من کار کن تا من گواهینامه‌ام بگیرم، چون هنوز 23 سالم نشده بود. برای گواهینامه پای 1 باید 23 سال بالاتر. بله دقیقاً. بعد دیگه داداشم اومد و خلاصه فکر میکنم 3-4 ماه تنها کار کرد. بعد من از شرکت تصفیه کردم، اومدم با هم کار کردیم، گواهینامه هم تو کار گرفت. دیگه مشغول شدم به کار. چایتون رو بخورید سرده. بفرمایید. ما الان میرسیم به قزوین. بله. از قزوین هم میریم موی زهرا و
ساوه و نه ساوه آره از موی زهرا میره ساوه. خب تا روشنه ما مناظر رو داریم خدا رو شکر. بعد میافتیم که توی بیابوناش دیگه شب میشه. این خوبه. موقعی که تنها این تو ماشین هیچکی نیست سکوت شبه چی فکر میکنیم؟ در کجاییم؟ خب ما دیگه عادت کردیم. من خودم خیلی موقع ها مثلا همیشه که داریم رانندگی میکنیم، حالا مکالماتی که داریم هیچی، مثلا یه وقت با مادرم با داداشم صحبت میکنم تلفنی. آره، ولی خب دیگه وقتمون حالا حداقل این موبایلای خوبی که داشت همین بود. همچین که یه جا دیگه مجبوریم به قول معروف وقتمون رو حالا اصطلاحاً تلف بکنیم، چون کاری که نمیتونیم انجام دارین کار انجام. آره دیگه اصلا کارتون میخوان یه کار دیگه آره دیگه مجبوریم مثلا بریم تو گوشی شبکه‌های اجتماعی مثلا یا بازی. نه وقتی یه جا وای میستی والا پشت فرمون که خب همش رانندگیه، خب به مقصد فکر میکنیم. خب تو طول مسیر این آمپرایی که در حقیقت تو کیلومتر بررسی میکنیم، درگیر خود رانندگی هست. آره کجا گازوئیل بزنیم همه رو باید حساب کنیم که به مشکل نخوریم. الان گازوئیل هم خب محدودیت گذاشتن برای ما رانندهایی که مثلا ماشین سنگین داریم مثلا کار میکنیم، خیلی سخت. مثلا 300 لیتر به ما به گازوئیل میدن، بعد خب 300 لیتر برای منی که مثلا پشتم یخچاله، فقط یخچالم تا اصفهان 100 لیترشو میسوزونه، خیلی کمه. نمیتونم واقعا از این موقع تا مسیر برم، مجبورم مثلا یه جا حالا در حد 2-3 ساعت استراحت کنم، مثلا شب بشه 12 رد بشه بتونم سهمیه فردامو بزنم تا خودمو برسونم به مقصدم. این مشکلات هم داره بس. آره گفتن ماشین سنگینا یه سرعتی بیشتر نمیتونن برن، ولی بکنم شامل حال ماشین شما نمیشه. الان ما خوب داریم میریم، سرعتمون بد نیست. آره ماشینای نسل جدید خوبن. الان ما با بار هم هستیم، بارمون هم سنگینه اما بازم خوب داریم سرعتمون. آره منزه سواریه. آره دیگه با همین فرمون دوباره با همین فرمون بریم 2-3 ساعت دیگه اصفهانیم. دیگه از قزوین به بعد راه سبک‌تر میشه، چون مسیر تازه شمال هم پل دست اندازه، هم پیچ و خم زیاد داره، هم گردنه زیاد داره، هم شلوغه. یعنی 4 تا گزینه منفی وجود داره جاده شما، ولی خب در کنارش قشنگه دیگه. من با اینکه این سختی‌ها رو داره اصلا سختی‌هاشو نمیبینم، فقط الان به زبون آوردم. همیشه میگن راننده‌ای که مسیرشو داره طی میکنه، اونی که یواشتر میره منظره ها رو بهتر درک میکنه و میبینه، چون اونی که تو میره فقط به جلوش داره نگاه میکنه. مقصد بله. دلتون میخواد مثلا توی رانندگی با خودتون فکر کنید که مثلا من ارتقا پیدا کنم چطوری میشه؟ مثلا فکر کنید بهترش چجوریه؟ از لحاظ شغلی یعنی؟ آره مثلا با خودتون فکر میکنید که مثلا وقتی من قراره به عنوان یه راننده ارتقا پیدا بکنم، مثلا یه کارمند میگه مثلا من ارتقا پیدا کنم میشم مدیر بخشم، بعد میشم مدیر مثلا قسمتم، بعد میشم مدیر کل. یه راننده مثلا شما وقتی منتهای شغلت رو نگاه میکنی چی برای خودت تصور میکنی؟ خب ببینید رانندگی، من میگم اتفاقا تو رانندگی هیچ وقت کسی نمیتونه مدعی بشه که من الان به اون مثلا بهترین راننده هم. حتی کسایی که 30 سال سابقه کار دارن،
چون که رانندگی شامل خیلی چیزا میشه. تجربه هست، مثلا خب کسی که شاید ماشین نسل جدید رانندگی کرده باشه فنی هم زیاد بلد نباشه، به عنوان مثال میگم. تو کار ما ارتقاش به این بیشتر تجربیه، یعنی تجربه کردن. یه وقت میگم مثلا من به واسطه اینکه یه ماشین قدیمی دستم بوده، اطلاعات فنیم از یه راننده‌ای که یه ماشین نسل جدید، یه ماشین خوب دستش بوده بیشتر. خب در کنارش این جاده ها، مسیرها، بلدی مسیر، کنترل کردن، خود رانندگی به نظر من یه حرفه است. ما تو کشورهای دیگه مثلا میگن به راننده میگن کاپیتان، یعنی به شکل یه در حقیقت مثل یه خلبان بهش نگاه میکنن، چون یه تریلی با مثلا کلی جزئیات و همینطور اگر این جزئیات بررسی نشه میشه خطرات. ممکنه تو جاده منجر به اتفاق خیلی بد بشه. ما ماشین بوده مثلا خیلی سال پیش یه ماشینی تو از تهران به بومهن که داشته میرفته، بومهن یه سرازیری داره درست انتهاش میخوره به شهر بومهن. الان کمربندی زدن ولی اون چند سال پیش نداشتیم. ماشینه تو سرازیری ماشین قدیمی هم بود، تو سرازیری ترمزش دیگه نگرش نمیداره، ماشین همینجوری دور ور میداره میاد میرسه به چهارراه، میزنه 11 تا حدودا ماشین بوده، 11 تا ماشین رو مچاله میکنه، چند نفر کشته میشن. ببینید مثلا اینا همش برمیگرده به اینکه خب حالا خیلی دلایل داره ها. من میگم مثلا الان ما اصلا حقمون نیست این ماشین ها رو سوار شیم، باید ماشین نسل جدید سوار شیم. کیفیت ماشین اول از همه برمیگرده. دقیقاً. الان این ماشین دست منه، مثلا خب ایمنیش بالا، خب مثلا ترمزاش ABS اشاره میکنی وای میسته حتی با بار 42 تا. مثل سواری سربالایی ها زیاد متوجه نمیشه که مثل ماشین قدیمی ها بخوای مثلا با یواش بری. الان ما همین سربالایی که داریم میریم یه ماشین قدیمی الان باشه گیر میکنیم پشتش، چون نمیتونه اینا رو مثل ما بیاد با 60 سرعت. خب اینا هم همه میگم چیزاییه که تو شغل ما وجود داره، به عنوان یه تجربه است. یعنی شما به واسطه اینکه ماشین هی عوض میکنی تجربیاتت هی بیشتر میشه. میگم یه وقت میبینی یه راننده از 30 سال تجربه رانندگی داره، اما خب اون تخصصش استفاده نکرده، ماشین خوب دستش بوده یا مثلا بیکار شده یا همیشه با یه راننده دیگه مثلا تو جاده بوده کمکی داشته. ولی برای همین میگم واقعا جیگر شیر میخواد. یعنی کسی که تنها میاد تو این جاده های ایران با این همه دست اندازش، با این همه شرایط سختش، گرونی قطعات فلان هست، همه چی اینا هست، خب طرف ماشینم مستهلک میشه. وقتی گرون باشه من جرئت نمیکنم برم راستی که 50% پول داره بخرم. پس با همه این مشکلات واقعا اولویت اینه که راننده با ماشینای مختلف کار کرده باشه، بلد باشه، شهرهای مختلف رو رفته باشه. اینا خودش به نظر من میشه یه ارتقا. چون تو شغل ما دیگه ارتقا در همین حده مثلا رانندگی. آره من با خودم میگم که نه من دلم میخواست مثلا ماشین بهمان رو داشتم، یا نه من دلم میخواستم باربری داشتم، یا چه میدونم اصلا دلم میخواد دیگه مثلا ماشین بگیرم 2 تا 3 تا بدم دست راننده خودم گلی برم تو جاده. اینا آپشن‌های مختلف. آره 100%. خب ببین مثلا این گزینه آخرش آرزوی خیلی از راننده هاست.
که هم به صورت تفریحی کار کنن، همین که واقعا اگه زحمتی میکشن درآمدشو بزنن جیب خودشون. چون راننده سختیشو راننده داره در حقیقت تقبل میکنه، خطراتشو راننده داره تقبل میکنه. اما خب از اونجایی که مدیریت ضعیفه تو کشور ما، نفعشو کسای دیگه میبرن. مثلا یه سرمایه دار میاد مثلا یه ماشین میخره، فقط پول داره، میاد یه ماشین میخره، بیا آقا بیا این راننده، یه راننده پیدا کن، بیا آقا بیا این ماشین دست برو کار. ماشین بیمه است، یعنی هر اتفاق برش بیفته اون بنده خدا پولشو میگیره. ولی راننده است که خطر میکنه توی این جاده ها، سختیشو میکشه. من میگم باید یه جوری باشه که راننده با آرامش، با خیال راحت، بدون استرس، ماشین مال خودش باشه، درآمدش مال خودش باشه، بیاد تو جاده کار کنه. اون وقت خیلی به نظر من شغل ما قشنگتر از الان میشه. اونجوری میشه که دلتون میخواد. آره. اینجا کجاست؟ اینجا کارخونه بود. نشون زیتون طلایی. تأسیس 62. زیتون طلایی. اینجا کارخونه زیتون پرورده. زیتون پرورده شما دوست داری؟ آره خیلی. منم خیلی. من زیتون پرورده خیلی دوست دارم. میگم ذائقه‌ام عوض شده. طی آره، سالها آدم هی حالا نمیتونم بگم ارتقا، میگم تغییر پیدا میکنه. آره 100%. مثلا هم خلقش عوض میشه، هم طبعش عوض میشه. یه روزگار من اصلا زیتون دوست نداشتم. آره منم همینجور. من زیتون میخوردم بعدم میومد. من بابا اینا تلخه، چیه میخوری؟ حالا خودم هی میخورم. دقیقاً. یه چیزی دارن اسپانیا خورش ماست. شیرینه. آره ها آره. مثلا من اینم دوست نداشتم. تو خودت چی شیرینه اینقدر؟ مثلا زیاد چیز شیرین دوست ندارم. من خب الان خیلی خوشم میاد، خیلی خوشم. به چشم دسر که بهش نگاه میکنی دیگه قابل پذیرش میشه. آره خوشمزه از میخورم. آره. این شهرها که رفتین عجیب ترین غذا رو نگفتین. خوشمزه ترینش یه قیمه نثاره. عجیب ترین سمت مثلا زاهدان یه چیزی دارن، کشکه زاهدان زرد خوردی. آره خوشمزه هم هست. آره یه کاسه‌ای هم دارن اینجوری بغل شیب داره، بعد زبره، بعضی موقع تو اونا میسابونن. آره. تو اونا درست میکنن. نه عجیب ترین غذایی که مثلا این موقع خورد با خود که خدایی چیه، مثلا چه مزه‌ای. والا من هیچ وقت غذای آره من غذای بعد تا الان سعی کردم نخورم. چرا؟ مثلا غذایی که تعریفشو بکنن و مسلما یعنی خوشمزه است که تعریفشو بکنن میرم سراغه، ولی غذایی که بگم با طعمش حال نکردم حقیقتش از قدیم میگفتن این هر جایی که دم این غذاخوری یا راننده تریلیا وایسادن این غذاش خوبه. آره این یه واقعیته. چون راننده تریلیا در حقیقت آشپزخونه‌شون اونجاست. ببینید مثلا من الان تو این جاده دارم کار میکنم دیگه، که مسلما رستورانا رو میشناسم، همه رستورانا رو میشناسم. حالا یا یه بار غذای بد خوردم توش دیگه وای نمیستم پیشه، یا غذای خوب وایسادم که دوباره میرم وای میستم پیشش مسلما. و چون شغلم هم تو همین جاده است، مسلما اون رستورانی که وای میستم حتما قطعا غذاش خوبه. پس این درسته. آره یه واقعیته. جمله‌ای که می‌نویسن پشت کامیونات چه داستانه؟ اینا حرف دلاشونه. شما حرف دلتون چی بوده؟ ننوشتی؟ نه من که حرف دل نداشتی؟ چرا؟ من مثلا تو حتی پیج خودم گذاشتم نوشتم بد مکن از گردش دوران بترس. چون همیشه معتقدم آدم وقتی خوبی میکنه خوب باشه، نمیگم خوبم میگم دیگه خوبی بکنه، همیشه لذت میبره، همیشه راحت میخوابه، با خیال آسوده میخوابه، با وجدان آسوده میخوابه. درست. یعنی شما معتقد این زمین گرده؟ از هر دستی بدی از همون دست میگیری؟ 100%.
آره یه واقعیت. اصلا انرژیش به خودت برمیگرده. کار خوب انرژیش به خودت برمیگرده، کار بدم انرژیش به خودت برمیگرده. من همیشه میگم یه مسئله هم داریم دیگه، منفیشو میگن حسود هرگز نیاسود. آدم حسود همیشه حریصه، همیشه داره هرس میخوره، خودش بیشتر زجر میکشه. از دلیلی نداره که اصلا حسادت، من حسادت اصلا دوست ندارم و قبولش ندارم، چون لطمش به خود آدم وارد، یا بدی اگه بکنی قطعا برمیگرده به خودت. پس مسلما اینای منفی که اینجوریه خوبیش چند برابر اثرگذارتره. من وقتی بتونم حال یکی رو خوب کنم، با یکی حرف بزنم، انرژی بهش بدم، حالش اگه بده خوبش بکنم مثلا، مسلما حال خودم هم خوب میشه. یه احساس آرامش میکنم که مثلا یه بنده خدایی مثلا اومد اینجوری بود، حداقل تونستم یه آرامش موقتی هم که شده بهش بدم. موزیک چی گوش میدی؟ موزیک حالا دیگه راننده تقریبا همه چی گوش میدن. نه بولا همشی که این جوادی اساری و پارسال بهار دست جمعی. نه من هر صورت دیدن من آوردی. من یه چند وقت بود من هر دفعه خب مسلما آهنگ زیاد گوش میدی چیز میشی، خسته میشی تکراری. من الان مثلا آهنگای قدیمی مثلا قبلا خیلی گوش میدادم، معین، سیاوش قمیشی مثلا خیلی گوش میدادم، شعراش هم حتی حفظم همشون تقریبا. بعد گوش کردم دیگه خسته شدم. بعد دوباره مثلا ابی گوش دادم، دوباره دیدم خسته شدم، تنوعی گذاشتم یعنی گلچین گذاشتم، باز دیدم خسته شدم. مثلا الان به روز گوش میدم، یعنی یه آهنگی که مثلا احساس کنم قشنگه یا تو شبکه‌های مجازی یه تیکشو گوش میدم قشنگه، سریع دانلود میکنم، جمع میشه تو گوشی، سریع انتقال میدم رو فلش گوش میدم. آهنگی که وقتی با خودتون تو فکری زمزمه میکنین چیه؟ دوستش دارم؟ آره. یه شعر معین خیلی دوستش دارم. بخونین، گفتیم میخونین میذارین تو صفحه اینستاتون. آره. دلم میخواد به اصفهان برگردم، بازم به اون نصف جهان برگردم، برم اونجا بشینم در کنار زاینده رود، بخونم از ته دل ترانه و شعر و سرود، ترانه و شعر و سرود. اینم یه تیکه گفتی میخوندی، صداتون خیلی خوب بود. خیلی خوب خوندی خداییش. پس همش دارتون میخوام به اصحان بیانون که با قاموس رانندگی جور در نمیاد. خب دیگه وقتی مثلا 14-15 روز بیرون باشی یا دیگه این آهنگ مزه میکنه. زاینده رود هم نداریم دیگه. آره دیگه الان کنارش. من خودم اصطلاحا میگم زاینده جوب. دیگه الان شده یه جوب آب، یه جوب دیگه، جوب خشک دیگه، کبیر شده. متاسفانه دیگه زاینده رودی هم نیست بشینیم کنارش. آره واقعا. اوقات فراغتتون رو وقتی میای خونه چیکار میکنی؟ به اوقات فراغت میرسه یا نه؟ آره تقریبا آره. مثلا خب من از جایی که خودم هم خیلی ماهیگیری علاقه دارم، طبیعت رو دوست دارم و اینا، بعضی موقع میرم چادگون نزدیک به اصفهانه، میرم اونجا ماهیگیری میکنم، یا مثل همین چند روز پیش رفتم کارون چهار با سواری میرم. با سواری خودم میرم. آره میرم ماهیگیری خیلی دوست دارم، احساس میکنم خیلی بهم آرامش میده. خیلی اینکه کنار طبیعت بشینی ساعت ها سکوت آره سکوت کنی، خیلی برام جذاب. رانندگی سواری و ماشین سنگین خیلی فرق داره. 100%. چجوریه؟ کدوم بیشتر دوست داری؟
من تریدی رو واقعا رانندگی با تریدی خب خستگیش خیلی کمتره، به خاطر که از ارتفاع پایین رو میبینی. مثلا شما همیشه یه قانونه، شما از مثلا تو جاده وقتی از فاصله بالاتر جاده رو نگاه میکنی چشت دیرتر خسته میشه، چون مسافت دورتری رو میتونی ببینی، زیاد چشت خسته نمیشه. اما وقتی سواری هستی برعکس، چون اینجوری داری به صورت مستقیم نگاه میکنی چشت زود خسته میشه. آره. از این بالا چجوریه دنیا؟ از این بالا قشنگه بالا. من تا حالا ننشسته بودم، خیلی جذاب تره. آره من خودم میگم همینو، فقط شما اینجوری نیستی. من هر کی میشینه بار اول مخصوصا بشینه میگه وای بنگار پشت هواپیما نشستی. هواپیما که رو زمینه. آره خیلی زیباست. یه احساس همچین بزرگی هم میکنه. آره دیگه. دقیقا دیگه از این شاسی بلندتر که وجود نداره. سالار جاده ها. حالا حرف غذاخوری ها شد، توی این غذاخوری ها که رفتیم مثلا همین سمت اصفهان و اینا میدونش خوبه. سمت اصفهان یه دونه هست معروف، من میدونم. تو خود اصفهان؟ نه سمت از سمت همین ساوه و عراق که میاد. ببینید دلیجان یه رستوران یوسفیه. خب که معروفه. آره. کبابش بله. البته رستوران یوسفی خداییش کل غذاش خوبه. من خوردم. آره. من خیلی انواع غذاش رو، من تنها جایی که من ببینید رستورانم، بعضی رستوران‌ها یه غذاشون خیلی خوشمزه تره همیشه. آره. خب تو رستوران یوسفی من انتخاب میکنم، یعنی واقعا از منو دنبال. آره آفرین. همش خوبه دیگه. دقیقاً. اما بعضی رستوران‌ها مثلا یه غذاش فقط کبابش خوبه. آره. فقط خورشتش. مثلا من یه رستوران بود میرفتم طرف بندرعباس، طرف حاجی آباد یه رستوران، هر موقع یه تنوع غذای زیاد داشتم، مثلا مرغ خورده بودم، کباب خورده بودم، خورش سبزی و قیمه و اینا خورده بودم، میرفتم اونجا. استانبولی داد، به قدری استانبولیش خوشمزه بود برا من خیلی دلچسب بود، میرفتم استانبولی می‌خوردم.